دوستان سلام، من حسین بهادری هستم. ببخشید اگه کیفیت این ویدیو بده، چون اولین ویدیویی که خیلی یهویی برای یوتیوب دارم میگیرم. راستش الان یه مقاله داخل ویکی‌پدیا خوندم، شوکه شدم. من یاد یکی از فیلم‌های سینمایی انداخت که تو بچگی دیده بودم و تو اون فیلم هکر دسترسی داشت به یک پنلی که یک یو آی، منظورم از یو آی یوزر اینترفیس هستش که میشه رابط کاربری. یک پنل داشت اون هکر با یک رابط کاربری مناسب که میتونست از طریق اون رابط کاربری وارد هر ایمیلی که میخواد بشه، یا میتونست هر دوربین مداربسته‌ای که تو شهر بود و رصد کنه. میتونست تو هر پنلی، مثلا تو سرور فیسبوک بره پیاما رو بخونه، توی جیمیل بره ایمیلا رو ببینه. یک همچین پنلی داشت تو اون فیلم سینمایی اون هکر. الان یک مقاله خوندم که متوجه شدم آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا یک همچین چیزی رو داره و شما میتونید XK اسکور اگه اشتباه نگم فکر کنم درسته، اینو سرچ کنید و داخل ویکی‌پدیا مقالاتش رو به زبان مختلف هستش، مقالاتش با منابع زیاد میتونید اینا ببینید. 30 تا منبع موثق داره و اینم بعضی از صفحاتشه. مثلا یه نمونه از صفحهش که داره پیام یک نفر داخل فیسبوک رو داره میخونه و اینا افشا شده توسط این آقا که قبلا کارمند سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا بود این آقا، و اینا رو افشا کرده. یه سری از کدای منبع این نرم افزار افشا شده. میتونید برید داخل ویکی‌پدیا اطلاعات بیشتر دربارش به دست بیارید. واقعا من شوکه شدم که این نرم افزار واقعیش هست. راستش از بچگی که اون فیلم سینمایی رو دیده بودم این انتظار رو داشتم که بشه همچین کاریو کرد. این انتظار داشتم ولی نمیدونستم که واقعا مثل اون فیلمه یک نرم افزاری وجود داره که میشه داخل هر ایمیلی که خواستیم بریم. این نرم افزار کاملا داره رصد میکنه که ما تو همه لپتاپ‌ها، تمام دستگاه‌هایی که به اینترنت وصل هستن رو داره رصد میکنه. میدونه الان من توی ویکی‌پدیا هستم و اسمم حسین بهادریه. میدونه من همین چند دقیقه پیش یه دونه جیمیل ساختم و این ویدیو رو که آپلود کنم تو یوتیوب نیاز نیستش که از یوتیوب اجازه بگیره و دسترسی بگیره که بخواد متوجه بشه من چه ساعتی تو یوتیوب، منی که حسین بهادریم، منی که آی پیم الان یه چیزی هستش، بدونه که از یوتیوب اجازه بگیره میتونه همه اینا رو متوجه بشه. و برای اینکه این نرم افزار XK اسکور که برای آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هست، اگه بخواد رصد کنه فعالیت کاربرا را، اگه بخواد تحلیل انجام بده، نیاز نیستش که بره از دادگاه و اجازه بگیره. یک سری از کارمندان به این نرم افزار دسترسی دارن و میتونن تحلیل انجام بدن و امکانات زیادی هم داره این نرم افزار XK اسکور. مثلا میشه به کاربر، خیلیامون با وردپرس کار کردیم، دیدید توی وردپرس یا هر پنل دیگه ای به ادمینا دسترسی میدیم، میگیم مثلا این ادمین فقط به پشتیبانی دسترسی داشته باشه و بتونه تیکت جواب بده. این XK اسکور هم دقیقاً به همین شکله و میشه به کارمندا دستور داد طبق توضیحاتی که تو همین مقاله با منابع موثق درج شده. میشه به کارمندان، به ادمین ها میشه دسترسی داد که مثلا یکی از ادمین ها فقط بتونه یوزرهای شبکه‌های اجتماعی رو رصد کنه، به راحتی یوزرنیم حسین بهادری رو سرچ کنه و ببینه که چه ایمیلی روشه، چه شماره‌ای روشه و به راحتی میتونه اون ایمیل رو رصد کنه، ببینه داخل گوگل درایو اون ایمیل چه فایل هایی ذخیره شده، به دیت های تمام سرورها، به پایگاه داده ها، به تمام آی پی ها دسترسی داره، اما فکر کنم به تور دسترسی نداشته باشه. طبق مطالعاتی که داشتم من انجام میدادم، دقیقا نمیدونم اینا، اگه فرصت بشه این رو هم بررسی میکنم. ظاهرا که به تور هم دسترسی باید داشته باشن.
باید به تور هم دسترسی داشته باشن، چون تور هم بالاخره از یک سری سرور داره. البته خب ببینید، یک محتوای جداگانه برای تور درست میکنم براتون اگه نمیدونید چیه، اما به طور خلاصه بگم که به تور دسترسی دارن، اما یک چیزیه مثل بلاکچین تور یک چیزیه مثل شبکه بلاکچین و با رمزنگاری هایی که داره به صورت گسترده انجام میده، رصد این که بفهمن یک کاربر کیه یکم سخت‌تره براشون. اما باید ویدیوهای جداگانه درست کنم. اگه شما متخصص هستید، کارشناس فناوری اطلاعات هستید، خودتون ویدیو درست کنید و کامنت بذارید من اون ویدیو رو ببینم، با هم دیگه در تعامل باشیم که دیت هامون در این رابطه افزایش پیدا کنه. یک کارشناس فناوری اطلاعات و حالا یه نفر که یک تخصص دیگه ای داره، متخصص بک اند هستش، فرانت کار هست، بالاخره هر کی که به تکنولوژی های دیجیتال علاقه منده حتما کامنت بذاره در این رابطه، تحقیق کنه، ویدیو بذاره که با همگی در تعامل باشیم و دیتامون در این رابطه با منابع موثق مثل همین ویکی‌پدیا افزایش پیدا کنه. خیلی برام جالب بود، گفتم براتون درست کنم. اگه این ویدیو واقعا به دردتون خوردش حتما لایک کنید. شنیدم، هممون شنیدیم که میگن توی یوتیوب لایک کنی بازدهی میره بالا. همینو میخواستم بگم در رابطه با این آقای ادوارد اسنودن، آقای ادوارد اسنودن، احتمالاً ادوارد اسنودن. زبان انگلیسیم خوب نیست، باید خوبش کنم. آقای ادوارد اسنودن هم نخوندم دربارش مقالش رو، ولی ظاهرا مقاله کاملیه و منابع زیادی درج شده. ایشون یک سری چیزا رو افشا کرده و این نرم افزار به صورت واقعی وجود داره. این نرم افزار XKS Core، برید اگه حوصله داشتید بخونید مقالش رو تا آپدیت بشید. بریم حالا یه بخشایشو همین الان ببینیم با هم دیگه. گفته تو نشست تو به چه صورت عمل میکنه. اینجا گفته حتی شماره تلفن هم میتونه بررسی کنه که اون شماره تلفن اگه جایی تماسش ذخیره شده یا حتی صداهای ضبط شده میتونه مستقیما به اونا دسترسی داشته باشه. این کلاینت، گفته کلاینت به یک دیتابیسی دسترسی داره که اطلاعات کلاینت اونجا ذخیره میشه و از طریق سشن های کاربرها میتونه رصد کنه. حالا اسم کاربر رو وارد کنه، آیدی کاربر، سشنش رو، شمارش رو وارد کنه و به اطلاعات دیگهش دسترسی میتونه پیدا کنه. خیلی نرم افزار پیشرفتش کردن. شما فکر کنید که یک فلوچارت یا ساختن، یک ماژولی یا ساختن و اون ماژول بررسی میکنه دیتابیس های مختلف رو که با شماره مثلا 912 5544 600 هست. هر جایی با این شماره، هر سشنی که ثبت شده، هر ایمیلی که ساخته شده، هر اکانتی که ساخته شده رو این ماژول جمع آوری میکنه و اون کارمند کافیه شماره موبایل اون شخص رو وارد کنه تا دیتاهای مرتبط رو براش بیاره و اونجا حالا الان که هوش مصنوعی تو سال 2024 اومده، هوش مصنوعی اون دیتا رو دسته‌بندی میکنه و بهشون دیتاهای موثقی رو نشون میده. خودشون هم دوباره میتونن انسان ها اون دیتا رو تحلیل کنن. الان از سال 2024 به بعد قطعا ماژول هوش مصنوعی هم بهشون اضافه شده. هوش مصنوعی هم براشون تحلیل انجام میده و به راحتی میتونن مثلا یه کلاهبردار رو پیدا کنن. این ویدیو رو اگه کسی دیده، بلا نسبت هممون اگه کلاهبردار بود، الان دیگه خیلی آپدیت شد و میتونه تو این شبکه خودشو مخفی کنه طوری که این ماژول های XKS Core نتونن پیداش کنن. پرونده من اینا رو تازه دارم ببینم، فقط فیسبوکش رو دیده بودم جستجو با آدرس ایمیل. این رابط کاربری خب خیلی قدیمیه، معلومه ممکنه فرانت کار استخدام کرده باشن که به احتمال زیاد همچین کاری نمیکنن. فکر نمی‌کنم همچین کاری کنن. با همین رابط کاربری به احتمال زیاد الان ماژول هایی رو به وجود آوردن که این معلومه برای خیلی قدیمه. ببینم دیتای خاصی توش میدونیم پیدا کنیم، ببینیم برای کیه.
به چشم من دیتا چیزی نیومد که متوجه بشیم برای کی هست، ولی خب یو آیش که مدرن نیست. یو آیش مدرن نیست. گفته جستجو با آدرس ایمیل در کابل ارتباطی زیردریایی. مثلا فیبر نوری یا تکنولوژی مختلفی که برای ارتباطات هست قشنگ میشه فیلتر کرد که از طریق اون برو سرچ کن، یا حتی قطعا میشه فیلتر هم نکرد که بره تو همه اونا سرچ کنه. ارتباط کاربر با سرور با استفاده از پروتکل انتقال ابرمتن. جستجوی احتمالی کش‌های کاربر. یو آیش رو ببینید که افشا شده. خیلی چیزه خفنیه، نرم افزار خیلی خفنیه که لو رفته. همین دیگه، من بیشتر از این توضیح نمیدم. اگه علاقه داشتید خودتون برید سرچ بزنید و از توی ویکی‌پدیا بخونید. ممنون از نگاه قشنگتون تا اینجا. حتما لایک کردید، کامنت هم الان اگه این ویدیو مناسب بود بذارید. اگه بازخوردی داشتید، هر ایرادی من تو ویدیو داشتم، حتما کامنت کنید که از این ویدیو به بعد بهتر شم. این ویدیو اول یوتیوب من هست توی این تاریخ، یادگاری بمونه. ببینیم آیندهمون چی میشه، زنده میمونیم نمیمونیم، به هدفمون میرسیم نمیرسیم. الان اهداف اینا رو نمیگم که دوپامینم رو از دست ندم. شنبه 5/3/2003 25/5/2024. فعلا خدا نگهدار.